سلام مهمانای گرامی، خوش آمدین به این پروگرام عید و نوروز. نام من سبرین است و من نطاق امروز هستم. خدا کنه روزتان خوش باشین و بیاین که ببینیم که چی چیزا هست امروز. من اینجا کت امال جان هستم. امال شما یگان چیزای بگوین درباره خودت. سلام احترامات خدمت بینندگان. دیگه در قدم اول من تشکری میکنم از ارگانیزیشن امروز، از سمیرا جان که امروز ما را دعوت کردن. دیگه آمدیم خدمت دوستا. و آوازخوانی از کجا شروع کردین؟ تقریبا از من در مجموع در هنر موسیقی یک 25 سال میشه که من در هنر موسیقی هستم و دیگه یک شوق علاقه داشتیم از طفولیت. شما کدام استاد موسیقی داشتین؟ بله استادای مختلف داشتیم، هم خارجی بودن، هم پاکستانی، هندی، افغانی هم داشتیم. از هر کدامشان یک کم کم آموختیم. خب و امشب برای ما چی میخونین؟ امشب دیگه آهنگای شاد و مست داریم، آهنگای عیدی است، آهنگای نوروزی است. به خاطر ما شما نام خدا دو خوشی داریم که هم عید آمده هم نوروز آمده. و در کدام لنگویج ها می باشن؟ در فارسی یا در بله در فارسی، دری می باشه، پشتو می باشه، هزارگی می باشه. دیگه نمی زبانای ملی ما و شما. فیورت خواندن شما چیه؟ والا فیورت خواندن من نام خدا زیاد است دیگه. نمی آهنگای محلی و شاد مرا خوش میاد. خب چقدر خوب. و یک پیام داری برای کسای ما در یوتیوب و چیزا؟ بله یک پیام دیگه، یک پیام کوتاه دیگه. آرامی و خوشی کل وطندارا را میخوایم جور آرام باشن. خداوند یک سال پر برکت خوشی آرامی کنه برای وطن ما، برای وطندارای ما. دیگه ما همیشه در خدمتشان هستیم. تشکر بسیار زیاد. Thank you. ما اینم یاله کته
تمکین حکیم هستم. چی چیزا خریدی امروز؟ امروز منتو خریدم منتو و جواری نان جواری یا بیسکیت جواری از جواری جور شده هرچی که است فکر میکنم شیرین است هنوز نخوردیمش اما خوب خوشمزه معلوم میشه. مایی نگرفتی؟ مایی نه چون خوب مزه‌دار است اما در روغن جور شده از خاطر اما خوب مزه‌دار معلوم میشه دیگه کسا میگیرن شاید کمک ترای کنم بخورم پسندتر. از افغان وومن اسوسییشن چی فکر میکنی درباره‌اش؟ ما 3 سال میشه که در اینجا میایم هر سال هر عید بسیار پروگرام خوب از طرف روز برای جوانا برای خردا مادرها امرای اولاداشون پروگرام های بسیار خوب است خاص است و از طرف شو برای بازم جوانا خانما میوزیک لایو است خواننده است میایه خوب شاد خواندن شاد میکنه و کل ما لذت میبریم. اوکی تشکر بسیار زیاد. قبلش نیست. سلام نام مایشه احمدی است. نام برند مایو کلکشن. ما اینجا آمدیم که پنجابی‌های پاکستانی و هندی را به فروش برسانیم که ما اینا را از هند و پاکستان آردر میکنیم و مشتریای ما میتونن که اینا را از صفحه اینستاگرام ما به دست بیارن و واتساپ کمیونیتی ما که در واتساپ هست میتونن اون رقم آردر بدن و از 7 تا 8 روز وقت میگیره تا برشان برسن. خب باز چقدر وقت خودت میگیره که ایرا آردر کنی؟ باز چقدر وقت میگیره که بیایه؟ امو 7 تا 8 روز هر روزی که مشتریای ما آردر کنن 7 تا 8 روز وقت میگیره تا بر ما برسه و به مشتری ما تسلیم کنیم. و چرا این چیز شروع کردی؟ به خاطر من علاقه داشتم که در یک جای باشم که خودم دلم میخواد که مثلا علاقه من است که من زیاد خوش داشتم لباس فروشی داشته باشم و بزنس خود داشته باشم. و بزنس چطور گرو یعنی کلان شده؟ زیاد آردر میگیری و زیاد؟ الحمدلله خوب است. فعلا نه زیاد گفتم میتونم نه کم ولی مهمی است که مردم میشناسه میفهمه مثلا درباره کوالیتی لباسای ما درباره ای که چی مفروشیم چی نه بر من مهمتر همی است که مردم میفهمن که مثلا من چی مفروشم کیفیت لباسای ما. خب من نفهمیدم که لباس هم داری ام لباس و جوری چیزا داری. خب چقدر خوب. و اگر مثلا من یک لباس میخواستم خود کاستم میخواستم یعنی رنگ گلابی چیزا این هر چیزاش بگویم برات باز شما جور میکنین؟ بله هر سایزی که بخواین ما آماده کرده میتونیم سایزتان روان میکنین هر دیزاین حتی کتلاکایی مثلا در پینترست اینا هست شما بر ما روان میکنین ما براتون همون دیزاین پیدا میکنیم و البته لباسای افغانی و اینا ما سفارش میگیریم. نایس. و شما نام شما چی است و چرا امروز اینجا آمدین؟ نام من گیسو صدیقی است و من امرای دوستم هستم آمدیم اینجا که هلپش کنم. Support, moral support. Yeah, love. love. اگر من میخواستم اینو بخرم بسیار مقبول است. برای چند میفروشین و دربارش یگان چیز بگوین؟ قیمت از $159 است ولی تخفیف میتیم به مشتریای ما. این قیمت ها را متمانده می باشیم. و ایرا چقدر دیر شد که جور کنن یعنی like how long did it take for them to make و چیزا؟ مثل یک هفته واره. واو چقدر خوب. ای خودت دیزاین کردی یا یک کسی دیگه جور؟ نه خیلی یک دیزاینر دارم اونا بر من دیزاین میکنن و بعضی وقت خودم هم دیزاین میکنم. خب اینجا کدام دیزاینت هست یا نه؟ Okay, I have something. اوکی بیارش. اوکی. این دیزاین خودت هست؟ این خودت جور کردی؟ بله این دیزاین خودم جور کردیم به خاطر زیاد طرفدار داره این دیزاین و تقریبا 4-5 دانه از این دیزاین ها فروختیم آنلاین البته. خب یا بسیار پاپولار می باشن. و تنها افغانا یارو میخرن یا ایندیا هم از نه خیر ایندیا و افغانا زیادتر. کی زیادتر میخرن؟ افغانا زیادتر. راستی؟ بله. اوکی افغانا بسیار کلاه ایندی و رقص ایندی خوش. میمونیا بسیار خوب است. مادست است و چیزا. اوکی لove. چند سال میشه که شما اینجا در استرالیا هستین و چند ساله بودی که ایرا شروع کردی این چیزا؟ 4 سال میشه که در استرالیا هستم و من 17 ساله بودم که بزنس آنلاین خود شروع کردم و حال 19 ساله هستم که تا واو. در 4 سال که اینجا در استرالیا هستی
2 سال بعد ایره شروع کردی. به خاطر بسیار زیاد علاقه داشتم و میخواستم، یک آرزوی من بود که آنلاین شاپ. خلاص بیخی دیگه بیزنس وومن هستی. So good. Anything else? یک پیام داری برای Afghan Women Association؟ پیام خاص ندارم، ولی پیام مایی است که هر آرزویی دارین آرزویتان دنبال کنین و چیزی که دلتان میخواه و هیچ وقت تسلیم نشین. Amazing. بله، تشکر بسیار زیاد. من اینجا کت نیلوفر جان هستم. نیلوفر شما برای چند سال اینجا در استرالیا هستین؟ از من تقریبا جانم 21 سال میشه که اینجا هستیم. بله. و یک دخترک داره، نامشان چی است؟ نجوا جان. نجوا جان. و او را فارسی یاد میتین؟ دقیقاً، چون که به حساب اینا هم اینجا پیدا شدن که پیدا شده استرالیا هستن دیگه. مکتب افغانی میره روز شنبه برای 3 ساعت در گلفرد است، یک ملالای افغان اسکول. دیگه کوشش بندگی میکنم زبان فارسی یاد بگیرم، اما فاز فرهنگ خداگاهی داشته باشم. و چرا فکر میکنی مایم است که یاد بگیره؟ خب ما افغان هستیم، باید اولادای ما از فرهنگ کلچر خودآگاهی داشته باشن، از زبان خودآگاهی داشته باشن. صحیح است که در استرالیا زندگی میکنیم، لیکن بازم اینا رو ما مسئولیت ماست که یادشون بدیم درباره فرهنگشون. تشکر بسیار زیاد.
چند سال میشه که شما در اینجا هستین در استرالیا؟ ما خودم شخصا که ما و فامیل ما آمدیم تقریبا 27 سال شده هستیم. شما چند سال شده؟ از ما دیگه تقریبا 23 سال شده باشه. خب و شما به اینجا امروز چی آمدین برای افغان وومن اسوسییشن؟ امروز میله عید است که سمیرا جان گرفته از طرف کمیته خانما. ما اینجا آمدیم برای که وقت ما خوش دیشه و مالدار از وقت که آمدیم زیاد خوش هستیم. دوستای خود دیدیم، نانای بسیار خوبش بود و لباسای بسیار خوب بر فروش بود. دیگه ساعت ما تیز شد، بسیار زیاد خوش هست. و کدام پیام داری برای دخترای جوان افغان که اینجا کلان شده یا اینجا پیدا شدن؟ پیام ایست که دخترایی که اولادایی که اینجا پیدا میشن باید است که به کلچر و کلتور خود آشنا باشن، فامیلایشون مثلا افغانی را برشان یاد بده، کلچر کلتور افغانستان را برشان یاد بده که اونا در آینده بفهمن که چطور هستن، از کدام مملکت هستن، چه قسم کدام لسان گپ میزنن، همیشه باید بفهمن. شما خاله جان کدام پیام دارین؟ ما امروز آمدیم در میلید که سمیرا جان گرفته، بسیار خوش هستیم. خداوند جانش جور داشته باشه، همیشه میگیره این پروگرام بر زنا. تشکر. من اینجا کته؟ خاطر قاضی خیل. خب و یک چیز درباره استولتان بگوین. بله، لباس ها را آوردیم به خاطر خانما که در این روز جشن عید و سال نو به فروش کردم. ماشاءالله 5 جوره فروختم، خانما خریدن. و از خودشان از افغانستان میاین؟ بله، از افغانستان میان، تجارا میارن دیگه، باز بر ما روان میکنم. باز من ولنتین که سمیرا جان همکار هستم، روزای جمعه هم کار میکنم دیگه. کورس ها میرم، 2.5 سال شده که از افغانستان آمدیم دیگه. در پروگرام های خانما میرم، همیشه خوش دارم. همراهشان ولنتین کار میکنم، همراه فرزانه جان، سمیرا جان دیگه همکار هستم، همراهشان، همراه گلچیره جان. و کدام پیام داری برای یوتیوب ما؟ بله، از شما زیاد تشکر میکنم، زیاد خوش دارم دیگه که این پروگرام جور کردن، از این زیاد لذت میبریم. آمدیم دیگه اینجا همکار هستیم که کلاگی. تشکر تشکر از شما. چرا امروز آمدی و چی فکر میکنید درباره افغان وومن اسوسییشن؟ در نخست سلام به شما و سلام به بینندگان عزیزی که ما را از طریق یوتیوب چینل میبینن. نام من شکری است و امروز در یک ایونت ایدی هستیم. بسیار خدا خوشبخت احساس میکنم که امروز سمیرا جان همکار بودیم در یک قسمت در این پروگرامی که برنامه‌ریزی کردیم. واقعا افغانای ما بسیار خوشحال هستن، انجوی میکنن از اینکه با هم دیگه هستن. واقعا حس خوشبختی به من میتن. تشکر بسیار زیاد. نام شما چی است؟ عایشه میکایل و چی خوش داری درباره این ایونت ارسال؟ تحفه میگیرن. بسیار دوستای ما اینجاست. و شما چی درباره عید خوش داری؟ من خوش دارم ملی عید. مسیج داری برای کسی که بله، در ملی عید بسیار فن است و بسیار فرندز ما است اینجا. خینه میزنی؟ خینه میزنی. اینجا عید مبارک نوشته کردی. love. شما؟ من خوش دارم تو بازی کنم که در فرندز ما. خوش داری که فوتبال بازی میکنی که در فرندز هایت. بسیار خوب، خیلی تشکر. enjoy the rest of your day. روز خوش. سلام، من اینجا کته؟ سوسن جان هستم. و شما هر سال اینجا میایی طرف افغان وومن اسوسییشن خواندن میکنین؟
بله ما در این پروگرام برنامه سمیرا جان بسیار خوش دارم. هر سال که این پروگرام تهیه کردن ما و فامیل ما همراه شوهرم یک جای در این پروگرام سم داریم، میایم و یگان آهنگ میخوانیم. به نظر من بسیار یک برنامه عالی و بسیار زبردست، یک ایدیای خوب است که همه قسم برنامه را تهیه کردن. بسیار خوب است که یک شوهر بسیار سپورتیو داری و چیزا. شما دو نفر یک پیام داری برای یوتیوب ما؟ پیام ما همیست که افغانای ما همیشه همه قسم دوست باشن، متحد باشن. تشکر. ما به ادامه خود عید سعید فطر و سال نو که یک سال بسیار خوب می باشه برای ما افغانا. به همه عزیزا و تک تک عزیزا تبریک میگم. دیگه ما همیشه امروز سنجان هستم. یک عید خوش داشته باشین، یک سال نو خوب داشته باشین هم عزیزا. تشکر بسیار زیاد. من اینجا کت ملکه جان هستم. یگان چیز بگوین درباره خودتان. اوکی. من اول سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز ما که میبینن ما، صدای ما رو میشنون و شما عزیز دل. تشکر از این که امروز دعوت کردن سمیرا جان آمدیم در اینجا در خدمت شما عزیزان هستیم. نام من ملکه باریکزی است. من از کشور افغانستان از شهر هرات هستم و یک تاریخچه بسیار کوچک از خودم که در افغانستان متولد شدم، در ایران کلان شدم و چندین سال در ترکیه زندگی کردم و حالی هم در استرالیا سیدنی هستم. و در پاله آوازخوانی چی مصروفیت دارین؟ مصروفیت اصلی من فعلا در اینجا من در کار هیدروسیست هستم، بیوتی ام باربر شاپ و یک مدت کوتاهی هم در کار کیترینگ بودم و کیترینگ ما فعلا عزیزایی هستن در کنار ما که کار میکنن، مگم خودم فعلا در کار بیوتی هستم. و چطور به آوازخوانی علاقه‌مندی پیدا کردین؟ بله، علاقه من از طفولیت به آوازخوانی بود. یادم میاد وقتی که خرد بودم، یک دخترک 8-9 ساله بودم، هر وقت که خانه خلوت میشد صدای خود میکشیدم و میخواندم، بسیار خوش داشتم. او عشق در وجود من بود، مگم موانعی بود در سر راه من. خب ما افغان ها میفهمیم که به هر حال خانواده ها یگان تعصباتی دارن. پدرم بیادر یا همسر بودن که مانع شدن از اینکه من بخوایم در این زمینه شروع کنم. مگم در ایران بعضی کورسای موسیقی شروع کردم، اما نشد، استوب شد، اجازه ندادن. مهاجرت کردم به ترکیه و در ترکیه من آغاز کردم این کار و در اینجا به شکل پروفشنال، به شکل خیلی حرفه‌ای سعی میکنم که شروع کردم. همراه 2 از عزیزای دل استادای من هستن. یکی استاد سرشار هستن که در سیدنی همیشه کمک کردن، مر همراهی میکنن و استادی دارم در ایران هستن که آنلاین همراهشان کار میکنیم. کدام خواندنایی برای ما میخوانی امشب؟ سورپرایز نباشه. سورپرایز باشه یا فیوریت خواندن شما چی است؟ من در زمینه پاپ میخوانم. پاپ خیلی خوش دارم، اما گاهی اوقات خواندنای محلی یا سنتی هم میکنم. مگم رشته پاپ هست، خواندنای افغانستان. بیشتر علاقه دارم به موسیقی شادروان احمد ظاهر و عزیزای دیگه که خب هستن میخوانن. در زمینه من فعالیت دارم. امشب چند پارچه آهنگ در نظر گرفتم به مناسبت این نوروز و این جمع و جوشی که امروز هستن، افغانای ما هستن. میخوایم که یک محفل خوشی در کنار هم دیگه باشیم، همراه هنرمندای دیگه که امشب هستن در کنار ما و همراهی میکنن. باعث افتخار من است که من همراه اونا هستم. چند پارچه آهنگ میخوانم، بگذاریم که سورپرایز باشه. اما و در فارسی و هم دریام میخوانی یا؟ بله، من دری میخوانم. یک چالش بسیار چیزی برای من ایجاد شد اینجا. من در ایران بودم، پاپ ایران میخواندم
و دری بسیار برای من سخت می شد. مگم وقتی که در استرالیا اومدم استادم برای من گفت تو یک راه میتونی انتخاب بکنی، یا دری یا فارسی ایرانی. و من گفتم من قطعا میخوایم که برای مردم افغانستان خود صدای زن افغان باشم، صدای مردم افغانستان باشم. این سال هاست که در دل من هست، در فکر من هستش که از طریق صدای خود بتونم کمکی درد مردم افغانستان بیان کنم، صدایش بکشم. قطعا گفتم من برای کشور خود میخوانم و دری را انتخاب کردم. Hello.
در استرالیا و در شهرهای دیگه به خصوص در سیدنی در محفل‌های خوشی عزیزا افغان‌های عزیز ما شرکت داشته باشم و محفل‌های خوشی اینا شاد بکنم با صدای خود. عزیزان اگر که دوست دارن آوازخوان زن در محفل‌هایشان باشن، در محفل‌های خوشیشان باشن، میتونن که با ما کانکت بشن و با کمال میل، با خوشحالی، با افتخار میتونم در محفل‌های شما بخوانم و محفل شما رو شاد و جمع و جوش کنم. و کدام پیام داری برای مردم افغانستان یا دخترای افغانستان که کدیزی خلاص کنیم؟ بله. خیلی پیام ها هست، واقعا خیلی پیام ها هستش که سال هاست قلب من مانده که میخوایم اونا رو بکشم اما وقت نیست. فقط میخوایم به زنان افغان، دخترای زیبای افغان با استعداد افغانستان، خواهرها، مادرها و دخترای عزیزی که هستن، میخوایم برایشان بگم شما تنها نیستین، ما همیشه در کنار شما هستیم، ما میخوایم صدای شما باشیم و من اینجا به عنوان یک زن افغان برای شما پیشنهاد میکنم که رویای خود دنبال بکنین. هر چیزی که در نظرتان هست، او عشق و علاقه‌ای که به یک هنر دارین، نترسین، هنر دنبال بکنین، چرا که موسیقی، هنر روح را زنده میکنه و حرف من است که دنبال آرزوها و اهداف خود برین. شما قوی هستین، شما بسیار باهوش و با استعداد هستین. تشکر بسیار زیاد. روز لیلی در بر مجنون های روز لیلی در بر مجنون های لیلی لیلی لالی سارا لیلی لیلی شم ما بلها روز لیلی در بر مجنون های روز مجنون در بر مجنون های Burdis lo jaan mein, chijil bahami
ها